یعنی اینقدر اینجا بیابانفه چی نداره یه کارتون کنش چی رفت ای کاش یه جا بود بریم بگه سر شاید کسی نباشه جسابش رفته چی بیدیم خب هرچند بود ما رفتیم تو رفتیم بریم درم ببنده پشت در بمون در؟ به نظر 24 ساعت خفن اینجا میریم نظرته؟ نظرته؟ چی؟ یه 24 ساعت خفن کل این محبته یه اکتاری بگیریم؟ باشه نظرته؟ آقا این که اینجا نمیرسین از شروع گذشته ویلای ماه و تا حالا دانینا نیومدم قراره اینجا رو کلا معرفی کنی امشب آپلودش کنی و فردا پارت 2 یا 3 هم واسهتون تو کل اینجا بگیریم که چه کاری قراره بکنیم که قراره انجام بدیم از اونها فیلم بگیریم این فقط قراره بگیریم بله و حتی ماشین سواری هم داریم آقا دنیا اینجا که هست اصلا شد؟ نه اصلا شد که؟ نه باز یکی دیگه هست همین نمیدونم باز این سوالش بیا اینجا که مشاهده میکنید بس خرابه خب اینجا شونی سرایداری هست جا آقای بنیامین اینجا رفیقای گل آقای بنیامین رو میبینید اگر که وارد بشین میتونید اینجا بازی کنیم با زیدتون راحت بشید اینجا یه ویلو خیلی عالی یعنی رونالدو از اینجا رد شده خود ژاپن گذاشته رد پشت هم حتی هست اینجا آقای علی بیرانوند نشسته با هم چای خورده من اونجا نشسته بودم علی بیرانوند هم اینجا داشتم اونجا سر یه ملک 3000 میلیارد داشتیم می‌زدیم برو اون آقا اینجا آلاتور داری قرار اینجا استریم بگیریم آقا دنیا بفرما اونجا آبشار این کار نمی‌کنه چرخه داریم تو فرا تازه سوبرز خفن جی توپو میتونیم بزنیم برون اسم موشک زدن نه؟ خب طبق اولش میبینیم اول نیست طبقه همچافه اینجا استخره که اینجا راه نداره و پرن بادا طبقه دوم همون مستری یا وی ای پی میشه اونجا سطح میزان جلو بخوری چایی و طبقه بالاش هم بیشه تا خواب و جای مهمونه یه لحظه رخ ویو رو ببین اف کن حالا بلنش بود پارکینگ اختصاصی 3000 تا ماشین جا میشه اینجا میشه طبقه دومه داخل پارکینگ میایم وارد وی ای پی مستر میشیم اصلا نمیدونم چی هست اینجا محل نشستنه باور کن که میدونی اسپیکر داره پلی کن پلیو بزن حالا فعلا کار نمیکنه اینجا مانیتور داره میشه شبا با سوئیل سولو میتونی بشین اینجا حرف بزنی اینجا هم یه اتاق دستشویی داره دستشویی انقدر خفنه این من دستشویی این من دستشویی خب اینجا اتاق میتونه اتاق چیزی ما نشون عقب‌تر بیا بریم پایین نشون بده بریم بخواییم خب یه آب تمیزی آقا داره بنیامین بله برو چیز نداره بنیامین خودتون دیدی جفایی برو خب من بدم تو بپوش اینجا که وارد میشه توالت رو میبینه آقا بنازم بیرانوند اینجا ریده وقتی که اینجا میتونی دوش بگیری اینجا میتونی سمت بشنی اینجا کار نمیکنه من یا مثلا سونو بخوره شه بریم برو تو بفرما خیلی تمیزه سخت بی آی پی دیگه سه
نورها اینجوری نشسته داشتم برای شیشه می‌زدم. اینجا هم سونارشه. گوشما هم مثلا واسه آبش رو کم قطع کردیم. ویو رو ببین. بریم. آقا این شیشه رو بچه‌ها کنیم. بریم بوجی رو ببینیم. او مای گاد شورت رو میبینیم شورت صندلی رو داشتیم کی بشینیم حالا رو بفرمایید جان بازیست خفه بسن گذاشتیم شامپو نداره یک تا شامپو می‌ریزه. اینجا که رفت دیدی. خب بریم برای بالا. نباش آزاد اینجا که باز تلویزیون داره واسه پایین. مبله. ببینید چی اینجاست شرطی میزنی؟ شرط یه شرطی خوب. یه دونه لایف بزن خب اینجا آیت الله کرسی می‌بینید بله اینجا تو اتاقاش هم اینجا هم اینجا کمد داره عمرم میدونسته خونه شما که نداره ویو رو رره آمو ویو رو رره این واسه چیه؟ همینجور الان چی من کشف کردم؟ آقا اینجا هر اتاقش یه سورت زرده اینجا صورتش این باید میام یه آدم فضیه میگیم گرمش رو واسه آدم کوتولا گذاشتن کثیفه همین الان حیات بودیم آفتاب بود الان گرم اینجا ببینید بونسونا در داریم اومد داده بازی خب این واسه میگم باروشم تمیزه اینجا بیا این صندلی بود اینجا چیه؟ اینجا هم اتاق دستشویه چقدر اتاق آدیداس اصلا اینو قفل دارم خب بعد اینو بده من داره میگم برای خب الان فهمی همونجا بایستا آقا اینجا بینیم مساله بنازم مساله خانه اینجا پیدا نمیشه مثلا اصلا فکر کن یه لحظه اینجا بعد آقا خب میریم اینجا هم جای نشسته بچه ها مهمون اومده مثلا اینجا ترک کنه مهمون اومد بیسی اصلا ویو رو بی بالا بپرم چه هم میدی 300 همین الان 100 همین الان آقا ویدیو رو استوب کنیم تا بریم واسه بقیه‌اش اینجا هم که ببینید ادامه ویدیو بالا پشت اون بالا بالا پشت اون پایین هم بهتون نشون دادیم فقط بیا منظره رو ببین اینجا لونه کفتراست میام میخوابم کل روده هند زیر پات نیست چرا؟ چون تو خونه خودتی از منظره بالا اصلا ویو رو رره اومرم ویو رو نره کلا اینجا همه ویلانشینن خفن گنگ چوغنده اون ویران قشنگ گازوستیه آره بالا اونم یه دونه هست مشکی بالاتره اون خیلی جیگره فقط اون مشکیه باشه آقا اینم از این فیلم نشون دادنمون اصلا نشون دادیم و فیلم آره ویدیو بعدی یا قرار فرد کلا بشینیم کل اینجا واسه ما قرار هر کاری بخوایم بکنیم راحت بعد
این فیلمو قراره امشب واسهتون بذاریم و ان شاءالله فیلم بعدش هم شاید تو یکی دو روز بعدش بذاریم و خلاصه خودم بگیرم. خلاصه فیلمو داشته باشید و خداحافظ. صبح بخیر. بچه ها الان اومدیم سوار ماشین شدیم. ما اول شد فیلم بگیریم بعد چه حالی میده. اون سری با توییت اومده بودیم، این سری با فیلمشو تو چنل تلگرام گذاشتیم. اونم ببین، اونم باحال بود، خوش گذشت. اینم به زور یه ماشین رو تونستیم بکنیم. بچه منتظر بخصوص از صبح داریم میخوایم راضی کنیم که ماشین رو بگیریم. او دیگه ناز میکنه. بزن موتور. چی باید این چرمن ببندیم پلیسی نداریم. پلیس داریم میخواد چیکار کنه؟ حداقل سن اونگاه حتی به کربنت بسته بود. بیدمت میتونی ببندی؟ فهمونو تو بگی، بده فهمونو من. بگی، فهمونو بگی. همانگیه پسر. آروم. اوکی؟ آره من